با سلام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه. بررسی میکنیم کتاب‌های گره های کور اقتصاد را. در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم که برای اصلاح در نظام بیمه سلامت ما باید بیمه سلامت را رایگان کنیم، خدمات بیمارستانی و خدمات‌های دیگر را مجانی کنیم. این هم راهی داره و راهش اینه که عوارض رو ببندیم بر شکر وارداتی، بر برنج وارداتی، بر روغن وارداتی و انواع مواد نوشابه 50% هر کدامش، مالیات شدید بر دخانیات 200% و عوارض بر تمام شیرین کننده ها 50%. تقریبا 6 قلم را اضافه کردیم و اعلام کردیم که اینها وقتی در گمرک وارد میشن، همون مرحله اول این 50% از آنها گرفته میشه و مستقیما بدون واریز به خزانه واریز میشه به صندوق بیمه سلامت. ما باید یک نظام سلامت قوی و هوشمند داشته باشیم. قوی یعنی یک کسی دندونش خراب میشه باید مراجعه کنه به درمانگاه، به مطب‌های خصوصی و اونها تحت پوشش بیمه سلامت مجانی برای طرف درست کنن. بله، مجانی، بدون اخذ ریالی. خب این رضایتمندی عامه مردم را در پی خواهد داشت. شما ببینید که در برنامه قبل هم گفتیم هر ایرانی 5 دندان خراب داره. 80 تا 5 تا نزدیک 300 تا 400 میلیون دندان خراب ما داریم و با این هزینه های سنگین عصب کشی و پر کردن دندان ها و ایمپلنت، ببینید چه هزینه بسیار سنگینی بر مردم تحمیل شده بدون اینکه خودشون بدونن